تصاویری از سرقت مسلحانه در عراق. رفتم یه پروری گرفتم اومدم این نوام بغلم بید یه دفعه میدیم از پشت سرم اومد 3 نفری رختن رو دیگه دستام گرفته بید چشام گرفته بید علنگام هم 4 تاش بریدن برده. من دیدم صدا جیغی میاد، من بلند شدم از این بالا نگاه کردم دیدم یه خانم نخفتون نه اونجا داره با سیلی میزننش، یه آقای هم دستمال عرفاتی بسته گردنش، ماکس هم داره، اسلحه دستشه. من دیدم که این خانومه رو انداختن زمین، دخترم صدا کردم گفتم برو بچه رو بیار. دختر همسایه‌مون اومد اومد تا اینجا، تیر اسلحه گرفت جلوش و یه تیر هوایی در کرد. دیدم که چند نفر ریختن رو همسایه‌مون هم داره دست و پا میزنه زیر دست و پای اینا. شما رفتین کمکش؟ دویدم تا وسط کوچه اومدم چه دستم بلند کردم گفتم چه کارش دارین؟ اسلحه رو گرفتن سمتم، گفتن که میری تو یا بزنمت. بعد من برگشتم که بدوم سمت خونه، هم دست خوردم زمین، هم دستم شکست هم دندونم شکست. سارقان مسلحی که در عملیات تخصصی و پیچیده پلیس شناسایی و دستگیر شدند. با توجه به حساسیتی که موضوع داشت، مراتب در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان مرکزی قرار گرفت. همکارای بنده با یک سری اقدامات علمی و پلیسی خاص موفق شدند در کمترین زمان ممکن این سارقین مسلح را شناسایی کنند و در یک عملیات کاملا منسجم گروه را دستگیر کنند. 3 نفر پیاده شدن، شما هم تو ماشین بودید؟ آره من پشت ماشین بودم. 4 نفر بود. 4 نفر بودیم. آره پشیمونم آقا، خیلی هم پشیمونم. من کلا با یه قیچی دستم بود، قیچی میکردم. علنگوی؟ بله. فکر می‌کردی به این سرعت دستگیر بشی؟ به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم. فکر نمی‌کردی دستگیر بشی؟ بله. پشیمونم، 100% پشیمونم. روش شناسایی قربانیان هم هشداری برای خانواده هاست که باید مورد توجه قرار بگیره. نگاه دستاشو می‌کردیم. اونایی که لباساشون پایین بودن خب معلوم نبودن، دست نمی‌زدیم. و وقتی می‌دیدیم مثلا علنگوشون معلوم بود دیگه نگاه می‌کردین هر کسی که طلاش و اینا مشخص بود؟ آره. اون انتخاب می‌کردین برای ازدواج؟ آره. این سارقان مسلح در 4 استان کشور دست به اسلحه شدند و سرقت کردند. تمام اعضای این گروه از سابقه داران این موضوع یعنی سرقت مسلحانه هستند که علاوه بر سرقت در شهرستان عراق تا کنون به سرقت در استان‌های دیگه از جمله کرمانشاه، همدان و اصفهان یعنی به صورت کشوری داشتن به اصطلاح سرقت می‌کردن اعتراف داشتن. چرا از اسلحه استفاده کردی؟ دوستم اسلحه آورد، به خاطر گفت خطرناکه اسلحه با خودم ببر. تیراندازی کردیم کسی نیاد سمتمون. اسلحه برای چی استفاده کردی؟ که مردم بترسن. الانم اصلا از سایه خودم میترسم. من بچه‌م تو خونم نبا جرئت نمونم تو خونم وایسم. میترسم من برم بیرون، میترسم. همه الان ترس دارن این محل. با اشد مجازات با اینو برخورد کنن. اشد مجازات برسن. اینجوری نیست که همینجوری دلشون بخواد روز روشن بیان و حریم مردم تجاوز کنن. شدیدترین مجازات برش انجام بدن. به مردم این اطمینان خاطر رو میدیم که همانند قبل همکارای بنده با درایت و با هوشیاری لازم تمام موارد و به اصطلاح موضوعاتی که باعث از بین رفتن احساس امنیت میشه حتما رصد خواهیم کرد و در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهیم کرد. به گفته مسئولان برخورد سریع و قاطع با مجرمان به خصوص مجرمان جرایم خشن از اولویت‌های پلیس و دستگاه قضاییه. مجتبی غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.